به نام پروردگار حالویان. سلام و خسته نباشید هموطنان گلم. خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشید. در هر کجای دنیا که زندگی میکنید شب روز خوب خوش داشته باشید. لبخند بر لبای شما دیدان و دلجوری باشد و در کنار فامیل های محترمتان در یک فضای مملو از محبت و صمیمیت زندگی کنید. خوشحال هستم از اینکه باز هم حنیف نویدزاده و همکار خیلی عزیزم رامز جان در خدمت شما دیدان در قرار گرفتیم. دوستای عزیز هموطنان گلم، شاید ببینید که ما به کجا آمدیم، چون ما در سر قبرستانی ها هستیم. آمدیم به شهدای صالحین زیارت کردیم، زیارتگاه تمیم صاحب انصار و جبیر صاحب انصار دعا کردیم. در حق شما هموطنان گلم هم دعا کردیم خداوند قبول و مقبول درگاه خود بگرداند. آمدیم به سر حدیره قبلگان صاحب همکار خیلی عزیزم رامز جان، چون دیر شده بود نامده بودیم، گفتیم یک سر بزنیم در حق بزرگوار هم دعا کنیم. و سلام علیکم ایدان تابتیم امرای رامز جان هم تا طرف مقبره قبلگان صاحب میریم. سلام رامز جان. سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین. سلام انیف جان قند، تشکر بسیار زیاد دوستای عزیز. قسمی که میبینین انیف جان که گفت آمدیم شودا سر حدیره آمدیم. دوستای عزیز شما ما را تنها نگذارین، باز گفتنی ها داریم. قربانت رامز جان، خیلی خودت پیش رو ما بریم دوستای جان تا به سر مقبره. آخر زندگی یک روز به دنیا آمدیم و یک روز آخر از دنیا رونده هستیم و میریم. خداوند دعا میکنیم که با ایمان آمدیم و با ایمان از دنیا بریم و یک نام نیک از خود باقی بانیم. بعد از رفتن ما اگر یاد ما میکنند به نام نیک یاد ما کنند. خوب بس انیف جان قند دیگه چی کنیم به خدای زندگی را سری کن. ای خدا بشه انیف جان. دوستای عزیز ما رسیدیم به سر مقبره کاکا خنجری که حتما همکار خیلی عزیزم رامز جان بود. میپرسم که درباره این بزرگوار براتون معلومات بده که کی بود، چه وقت وفات کرد، در زمان که حیات بود چی کارهایی کرده بود. همسال معلومات از زبان رامز جان میشنویم. در اول دعا میکنیم که خداوند مردای جمعی الاسلام شاد داشته باشه و در پناه مغفرت خود قرار بده. انسان هفت در بهشت برای انسان باز بگردانند. اگر نارام هستند حرام، اگر حرام هستند در ترین جاهای بهشت اینا را جای بده و در باغ‌ها و گلستان‌ها جایشان را بگردانند. خب رامز جان، یک معلومات در مفصل یا مختصر درباره کاکا خنجری و بیننده های عزیز ما اگر لطف کنید. انیف جان قند، پدر جانم کاکا خنجر مشهور به نور محمد خنجر بود. انیف جان قند تقریبا دیگه شاید خدا گردنم بسته نکنه که یک 30 سال 40 سال در سینما بود که برنامه تلویزیونی و فیلم ها و اعلانات همه چیز داشت. دیگه انیف جان قند یک مشکل پیدا شد که می کیسه صفرای سنگ پیدا کرد و میخواست که بره عملیات کنه. چندین بار که رفت شفاخانه ابلیسینا، همینجا امرایش رفتیم، چند دفعه معاینات یایش تکمیل کردیم، گفتن که عملیات میشه. دیگه ما پدرم همیشه میگفتیم که پدر جان عملیات نکو، سندش 70 خدا گردنم بسته نکنه که 75 سال 76 شده بود. دیگه گفتیم که پدر جان سندت بالاست، عملیات شاید نکنه. گفت نه بچیم عملیات میکنه. خب کل معایناتش تکمیل کردیم. خب خلاصه روز شد که سه شنبه بود که عملیات میکردیمش. برادر کلانم شان امرایش بود. خب بسیار یک روز بد بود انیف جان خان که خداوند کل مردار را بیامرزه که جمله مسلمان ها و پدرک ما را. دیگه انیف جان قند عملیات شد. عملیاتش هم خوبتر بود، بهتر بود، جور تیار و گپ هم میزد. بعد از او یک چند دقیقه یک حملگک سرش آمد، رفت از پیش ما. خدا هم مغفرت
بسیار دیگه چی کنیم منی خب رام جان آخر زندگی اینمی ای عملیات توی کسی تفرا یک بانه تد برد عمرتون هم قدر بود هوا دانه در دنیا هم قدر بود هوا دانه پورا تد یک بانه تد برد خداوند همین بانه کرد و اسرائیل آمد و نفت نگرفت باز هم در حق دعا میکنیم که خداوند رایش نتاد داشته باشه 7 در بهشت برای باز بگردانه گفتی 30 سال در سینما خدمت کرده و مردم تو از دو بهتر از آثارای اگر نام ببری کدام آثارا در کدام برنامه ها گفتی کار میکرد در سینما؟ برنامه در سریال خط سوم کار میکرد و دیگه اعلانات بسیار زیاد داشت که بسیار سریال ها بود که حتی سریال هایش بخی از نام خودم زیادترش یادم نیست که فیلمایش هست که در دنیای ظلم کار کرده بود و همراه کل همی همکارای ما که هستن زیادتر سینماگرای افغانستان که هست همراه کل از یا شناخت داشت و همی شوق علاقمندیش کلش نمی بود که هر وقتی که می آمد دمی خانه همی قصای خودم میکرد که امروز کتی گلبرگ صاحب بودیم و کتی سلیم شاهین صاحب بودیم و دیگه کاکا سمد چوبی خداوند بیامرزشان که دوستایشان بود و کاکا نبی عطایی دوستای نزدیکشان بود که همیشه دمی تمیم صاحب انصار روزای جمعه دمی زیر درخت کلشان یک جای میشیشتن و قصه میکردن. بازم خداوند مغفرت کنه. دوستای دید ما هیچ چیز نیستیم. بعد از هموطنای ما را میبینی که بسیار کبر و غرور دارن، بخصوص کسایی که یک نره پول و ثروت دارایی داره. ما لطلق به دنیا آمدیم، لطلق از دنیا پس میریم. فقط یگانه چیزی که در خود برده میتونیم و چند متر تکه سفید که ما کفن مینامیم و 2 کلمه گپن خود میبریم. یا این که مردم میگه خدا بیامرزه آدم خوب بود، فلانه خدمت کرده بود، فلانه خدمت کرده بود، فلانه خدمت کرده بود. یا این که میگه خداوند نبخشید آدم خوب نبود، فلانه همسایه پیش ناراحت میدید، فلانه دکاندار پیش ناراحت میدید، اخلاق خوب نداد که مردم رویه و برخورد خوب نمیکرد. دوستای دعا میکنیم خداوند اخلاق محمدی نصیب همه ما بگردانه تا ای که اطرافیان ما بخصوص همسایه های ما که در 4 اطراف ما راضی باشند و همیشه وقت در حق ما دعای خیر کنند و بخصوص بعد از وفات ما. دوستای دید دفعتا یکی به یادم آمد، یک سریال بود به نام دنیای اسرار. یک وقت تلویزیون طلوع نشر میشد، کل ما دیدیم، بخصوص کسایی که درباره دین اسلام میخواستن که بدانن یگان چیز و معلومات پیدا کنن. خوددار همچون سریال ها بودن و سریال حتما دیدن کل ما. یکی از قسمت و قسمت نکل و معلومات داریم که نشر میشد. یک قسمت یک پدر ریش سفید بود به بچه خود وصیت کرد که بچه بعد از وفات ما اینی جراب ما مزیاد خود دارم، این جراب ما کردم در خانه خاک بانی کرد. و یک نامه برات داد که فی نامه را وقتی که من وفات کردم در خانه خاک مرا ماندین که پس خانه آمدی باید این نامه را واکو بخوان. خب وقتی که پدرم دنیا ریلت کرد و وفات کرد بردن در خانه خاک، خواستن دفن کردن، میخواستن در خانه خاک بانند. همینجورا به کسی میخواستن پولی کفن بانند. ملا امام گفت اجازه نداریم که ما در خانه خاک کردن بانیم، فقط یک کفن گفت ما حق داریم که کدا خود ببریم. هر چی که اون نوری و هر چی کت نتوند کمی ملا اجازه نداد برای ملا امام کمی اجرا بانه. اخی بچه بسیار متاثر شد چون سعی که چه رقم حیواناتی خزنده یک در سر قبر میگرده. این بچه بسیار متاثر شد که نتونه تماشا تا پدر خود پورا کنه. بالاخره بکشش نموره کسی اوگار نکنه، نخوره اوگار نکنه. این بچه بسیار متاثر میشه و میاد در خانه یادش میاد که پدرت گفته بود وقتی که اثر عدیره وقتی من دفن کردیم بعد دوباره به خانه آمدی بود این نامه را واکو. وقتی که نامه را وا میکنه که پدرت برات نصیحت کرده بود، بعد از اینکه وصیت دیگه پا یا خود برات کرده بود گفته بود که ببین بچه ما برات یک جور جراب خدا گفتم که کدما در خانه خاک دفن کو
من یک جور جرابه که خود برده ندانستم. این ثروت و دارایی و مال که از ما باقی ماند این را خود جای باند. پس به این مانا دوستای نیست که ما به مال و ثروت و دارایی خود ننازیم، چون وقتی که ما دنیا میریم به جز همون کفن چیزی که خود برده نمیتونیم. همیشه وقت کوشش کنیم کار خیر انجام بدیم. یکی ثواب جاری است که ما بعد از وفات با خود میبریم، یکی گناه جاری است که تا زمانی که تا روز قیامت انسان اگر این ثواب میکنه تا روز قیامت در پای حساب شده میره، و اگر او گناه جاریه را میکنه تا روز که قیامت میشه او در جمع حساب میشه. مثلا ما یک مسجد آباد میکنیم، مدرسه آباد میکنیم، جای را آباد میکنیم که عبادت در اونجا عبادت خداوند در اونجا صورت میگیره. تا روز که عبادتگاه هست و مردم عبادت میکنه ثواب در پای ما حساب شده میره. و یا گناهی را میکنیم، گناه جاریه مثلا قمارخانه جور میکنیم یا جایی را جور میکنیم که در اونجا کارهای خلاف صورت میگیره، کارهای میشه که هر کدام از گناه است. تا روز کنم اگر ما وفات میکنیم تا روز که در اون گناه صورت میگیره او گناه در پای ما حساب میشه. پس کوشش کنیم همیشه وقت ثواب جاریه را به خود کمایی کنیم، کار کنیم که ثواب جاریه باشه. باز هم میایم برطبات کاکا خنجری یک سوال در نیرم گفت از رام جان پرسان میکنم. رام جان، در روز وفات کاکا خنجری، روز که وفات کرد و میآوردین به خاک میسپردین، از سینماگرای ما، از کسایی که دوستدار بود کیا در روز وفات اشتراک کرده بودن؟ دیگه در سینماگرا گلبرگ صاحب بود، کاکا نبی عطایی بود دیگه. به نظر ما قدر کسی دیگه نبود. و باز هم یک خاله نفیسه نفس آمده بود، خانه ما آمده بود و روز 3 شام بود که گلبرگ صاحبشان آمد دیگه. باز دوستان نبودن به نظرم. خب خداوند خیر و برکت نصیب کنه او کسایی را که او سینماگرای ما را که سینماگرای خود دوست داشتن، با خصوص کاکا خنجری را دوست داشتن و در روز وفات در روز جنازه اشتراک کرده بودن. خداوند خیر نصیبتان کنه، هر قدم که ماندن خداوند حج و پاداش نصیبتان کنه. دوستای عزیز، خاطرات کاکا خنجری را براتون تازه کردیم، آمدیم به سر هدیره دعا کردیم، باز هم دعا میکنیم خداوند مردای جمیع الاسلام بیامرزه. از تمام مسلمانان را، کسایی که مادرتان وفات کرده، خواهرایتان وفات کرده، برادرتان، پدرتان، کاکایتان، خیشتان، دوستتان، قومتان، هر کسیتان که از دنیا وفات کرده خداوند رویتان شاد داشته باشه، 7 در بهشت برایتان باز بگردانه. و دعا میکنیم که خداوند ما را هم با ایمان به این دنیا آورده و با ایمان از دنیا ببره. الهی آمین. دوستای عزیز، برنامه داشتیم به ارتباط یاد بود از کاکا خنجری، خواستیم خاطرات در قلبای شما دوباره تازه بسازیم. فراموش نکنید عزیزان دل که ما را حمایت کنین تا بهترین و خوبترین برنامه ها را تقدیمتان کنیم. چینل زیبایتان را سابسکرایب کنید، برنامه های ما را با دیگر دوستان اقاربتان هم شریک بسازین تا اونا هم از تماسهای لذت ببرند. خداحافظی کنیم رام جان. درست است حنیف جان قن. دوستای عزیز بازم تشکر حنیف جان قن. خداوند بازم یک دعای آخری میکنیم دیگه، خداحافظی میکنیم، وقت دوستارم نمیگیریم. خداوند کل مردار بیامرزه، خداوند کسایی که مریض از شفا از دربار خود عاجل نصیبشان کنیم دیگه. بیخی همی گپ آدم یاد آدم میره بسیار مترک. خب دوستای عزیز، خوش باشین، آرام باشین، سرفراز باشین تا برنامه بعد، دیدار بعد که در خدمت شما عزیزان دل حاضر میشیم. شما را به الله بی نیاز میسپاریم. الله مددگارتان.